شما صاحب یک سوپرمارکت در بهترین موقعیت از شهر هستید اما مشتری ندارید. شما نمیدانید که چگونه اجناس خود در کجا و چگونه در سوپرمارکت جابجا کنید تا که زیادترین مشتری داشته باشید. شما در باره نمیدانید کدام ترفندها را یاد بگیرید یا در سوپرمارکت خود عملی کنید تا مفاد ما و مشتری های ما بسیار زیاد باشد و همیشه مشتری ها از پیش ما خرید کنند. اگر میخواهید همچون موارد و سایر موارد درباره سوپرمارکت و کسب و کار و رونق آن بیاموزید، پس در ادامه ویدیو با ما باشید. سلام، به امیدی که جور و صحتمند باشید. به چپتر میدیا خوش آمدید. امروز صبح دوستای عزیز شما زیاد دیده باشین یا هم متوجه شده باشین یا هم کسایی که چینل فعلا نمی ویدیو را میبینن زیادتر هوش روانشان درباره است که چگونه ما بتانیم که یک بهترین سوپرمارکت داشته باشیم. اگر شما ها متوجه شده باشید که بیشترین کسانی که دارای یک سرمایه خوب هستند کوشش میکنند که کاروبار خود شامل سوپرمارکت کنند. به نظر از اونها میاد که مثلا سوپرمارکت بسیار یک کار ساده و آسان است. مشتری میره مفاد میکنیم، سرمایه ما معلوم است. نه دوستای عزیز، چیزی که شما فکر میکنید چنین نیست. سوپرمارکت و مشتری جذب کردن دارای یک ترفندهای خودش میباشد که شما باید زیاد متوجه آن باشید. ما در این ویدیو سعی میکنیم که ترفندهای جدید و خوبش که برای جذب مشتری بسیار زیاد نقش داره برای شما بگوییم. اگر میخواین که درباره چگونه بتانیم که از خانه صاحب کسب و کار شیم، در لینک بالا ما برای شما یک لینک گذاشتیم. او رو شما ببینید، حتما میتونید که بدون سرمایه صاحب کسب و کار شیم. خب وقت شما رو زیاد نمیگیریم، میریم برمیگردیم به موضوع اصلی. خب دوستای عزیز، شما اگر سوپرمارکت دارین باید اجناس خود چه قسم جابجا کنید. اولین و اساسی ترین موضوعی است که باید شما اجناس خود طوری جابجا کنید که زیاد مشتری را جذب کنه و مشتری حتما از سوپرمارکت شما خرید کنه. به این کار باید شما چند ترفند را متوجه باشید. اول، مهمی است که تمام اجناس اسباب بازی که برای اطفال است شما باید ضرور در شلف‌های یا در تاقچه‌های پایین سوپرمارکت خود جابجا کنید. این کار باعث میشه طفلایی که همراه مادرای خود یا پدرای خود آمده باشه در سوپرمارکت شما بیشتر خرید کنه و علاقمند باشه که اسباب بازی را دریافت کند. ما کوشش کنید که وسایل خرید اطفال که به خاطر اطفال بسیار خوشایند است مانند چاکلت باب هم در شلف‌های پایین جابجا کنید. دومین موضوع که بسیار زیاد مهم است، کسایی که صاحب سوپرمارکت هستند اونا بسیار زیاد باید کوشش کنند که اجناس خرد ریز را چهار طرف کانتر جابجا کنند تا که کسایی که مثلا در رفع 20 افغانی 30 افغانیشان باقی میمانه از حساب کلانشان، اونا بتانند که به جای پیسه گرفتن نقد از جنسای شما استفاده و یا خرید کنند. موضوع که بسیار زیاد در سوپرمارکت شما با اهمیت است، به نظر شما چی خواد باشه؟ بسیار زیاد ساده و آسان شاید به نظر شما نبیه، نداشتن ساعت در سوپرمارکت است. شما کوشش نکنید که در سوپرمارکت خود یک ساعت داشته باشید. با خاطر چی که کسایی که از پیش شما خرید میکنن متوجه ساعت میشن، باز میگه که والا ناوقت شده، چقدر وقت آمدیم، 3 ساعت میشه که در سوپرمارکت میگن فلانی کارم پس ما، این باعث میشه که از مشتریای شما کم شود. پس دوستای عزیز، اگر شما متوجه شده باشین در اکثریت سوپرمارکت ها ساعت فروشی وجود ندارد یا هم اگر دارد بسیار کم است. خب کسایی که مالکین سوپرمارکت است کوشش کنه که در سوپرمارکت خود از ساعت جابجایی ساعت پرهیز کنند. سومین موضوع که بسیار زیاد اساس است در سوپرمارکت ها، این هم برمیگرده به موضوع روشنایی یا کلکین سوپرمارکت. خب دوستان عزیز، شما شاید به نظرتان نیاید بگویید که والا کلکین سوپرمارکت داشتن خب بسیار خوب است، روشنایی نه از بیرون مشتری جذب میکنه. نه دوستان عزیز، کار شما هم نکنین. باید در سوپرمارکت شما کلکین زیاد وجود نداشته باشه، دروازه زیاد وجود نداشته باشه تا که مشتری متوجه نشود که شام شده یا صبح است یا چاشت. اگر شما کلکین روشنایی بسیار زیاد از بیرون انتقال کنه به داخل سوپرمارکت شما، باعث میشه مشتری متوجه ساعت شود و از دکان زود بیرون شود. به خصوص کسایی که از طرف عصر خرید میکنند، اونا متوجه میشه که والا شام شده، بیا که بریم بس از همین قدر خرید ما. چهارمین فاکتور که بسیار زیاد اساس و مهم است
داشتن تکریای کلان یا هم کراچی کلان می باشد. خب دوستای عزیز، شاید شما بگین که حالا کراچی کلان چی ضرورت است؟ یک نفر خود 100 افغانی سودا میخره. نه دوستای عزیز، باید باشن. شما کوشش کنین که یک نفر مخصوص به خاطر این کار استخدام کنین. هر کسی که داخل دکان شما میشه از کراچی به دستشان بتین و حتما میبینه که مثلا باید یک سودای زیاد بخرم تا کراچی حداقل خب پر شه. اگر پر نمیشه به مو ظرفیت با مو مزه گشتن خب بیارزه. به این خاطر میشه که زیادترین کسان از پیش ما خرید. پنجمین موضوع که بسیار زیاد اساس و شما باید متوجه باشین، کسایی که مالکین سوپرمارکت است اونا باید کوشش کنه کسایی که پیشخوان است، یعنی کسایی که بیل میخوانه و مشتری ها را پولایش دریافت میکنه، اونا باید بسیار سریع باشه. شما کسانی استخدام کنید که مهارت زبانشان بسیار قوی و دستشان خوب بچله، به خاطر که وقت مشتری را ضایع نکنه. این کار باعث میشه که شما زیاد مشتری ها را با خود جذب. نظر به شرایط و اوضاع کشور ما سایر موضوعات نیز گفته شده که نیاز به او شرایط به نظر ما دیده نمیشه. خب دوستای عزیز، خدا کنه که برنامه ما خوش شما آمده باشه. چینل ما را سابسکرایب کنین، شیر کنین و کامنت حتما کنین. اگر شما نظر و پیشنهادات دارین، ما منتظر نظریات شما هستیم. تا برنامه بعد، الله نگهدار شما.